بخیر. تو این ویدیو قراره با هم دیگه راجع به تکنیک‌های طلایی مطالعه زیست‌شناسی صحبت کنیم برای کنکورتون. بچه‌ها اول از همه یه چیزا رو بهتون بگم. اولش اینه که شما به تغییرهای کتاب درسی لطفا خیلی توجه کنید. اگه کتابکاراتون مال سالهای پیشه یا کتابی که دارید استفاده می‌کنید برای کنکور بعدی شما نیست، حتما کتاب درسی رو که حتما تغییر بدید، ولی کتابکار رو میتونید با نسخه هایی که جدید اومده، نسخه های PDF چک کنید و خب بررسی کنید، ببینید که خب براتون اوکی هست. مثلا تغییر آنچنانی اغلب کتابکارا تغییر آنچنانی ندارن، ولی باز هم چک بکنید، چون نوشتم براتون که تغییرات جزئی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ممکنه یه قیدی رو تغییر بدن، یا حالا مثلا یه فعلی تغییر بکنه یا شکلی تغییر بکنه و اینها خیلی مهمن. مورد بعدی که باید راجع بهش صحبت کنم، به امتحان نهایی به چشم یک فرصت نگاه کنید. خیلی همون از امتحان نهایی میترسیم به خاطر اینکه تشریحی و تستی نیست، ولی یه نمره خیلی خوبی میتونه بهمون بده، یه پوان مثبت برامون. اگه ما از همین الان که داریم درسای 12 شروع میکنیم به خوندن، شروع کنیم به تشریحی خوندن. اول از همه اول تشریحی قضیه رو داشته باشیم، یا حتی اگه 11می هستیم چه 10می هستیم، حالت نهایی خوندن رو یاد داشته باشیم. حتما از کتابکارهایی که مثل فرمول 20 برای نهایی خوندن هست استفاده کنیم و داشته باشیم، چون چه بسا بهتره که نسخه فیزیکیشون رو داشته باشیم بچه ها. و مورد بعدی اینه که شما با این روش ها و پشتکارتون میتونید در درس زیست شناسی موفق باشید. خب بریم سراغ اصل قضیه. قراره بهتون 12 تا تکنیک بگم، 12 تا تکنیک عالی بهتون بگم که چجوری اصلا زیست رو بخونید و موفق باشید داخلش. خب اولین تکنیکمون چیه؟ اولین تکنیکمون اینه که کتاب درسی منبع اصلی شماست که قراره درس بخونید. حالا من اول از همه که میخوام درس رو شروع کنم، نمیام برم سراغ کتاب کارم، نمیام برم سراغ ویدیویی که دارم یا هر جزوه دیگه ای. اینا رو کاری بهشون نداریم بچه ها. موقعی که میخواین درس رو شروع کنید لطفاً اول از همه کتاب درسیتون. کتاب درسی من چی گفته؟ خانم دولتی من نمیتونم کتاب درسی رو دقیقاً حالا نکته هاشو پیدا کنم، از کتاب زیر ذره بین استفاده کنید. زیر ذره بین فوق‌العاده است برای اینکه خود همون کتابه، فقط هایلایت داره، یه سری نکات کنکوری داره، هم جامعش هست هم تک پایش. فکر میکنم تک پایش هم الان منتشر شده، ولی باز هم چک کنید و بعد برای همون سال خودتون باشه. مورد بعدی اینه که تسلط داشته باشید به مباحث پایه. خب مثلا این ساختار یاخته، ساختار یاخته منظور همون ساختار سلوله، حالا هر چیزی که شما بهش میگید. و بافت ها خیلی مهمه که شما بدونید هر قسمت این همیشه سوال کنکور بوده و این کجاست، بافتا کجا رو داره بهتون درس میده. فصل 1 گفتار 3 همون جایی که خیلیاتون حذفش میکنید و اصلا نمیخونش، درش هم در آخر میذارید برش هم یادتون نمیمونه دیگه. بافتا، سوخت و ساز رو یاد داشته باشید. سوخت و ساز مربوط بیشتر به 12. خب یا مثلا گیاهی 10 رو باید شما یاد داشته باشید که بتونید برید سراغ گیاهی 11 رو بخونید. یا مثلا تا چیزهایی که مثلا خیلی مهمن، این مباحث و پیش نیازها رو لازم داره. یا مثلا برای تولید مثل که برای 11 هست، شما باید تقسیم یاخته رو یاد داشته باشید که بعد از اینها برید سراغ کتاب 12. حالا راجع به ژنتیک داره صحبت میکنه که فصل 3 12 هست. اینا رو باید حواستون باشه. مورد بعدی، مورد سوم اینه که شما مطالعه گفتار به گفتار داشته باشید. یعنی آقا من گفتار 1 رو میخونم، 2 رو میخونم، 3 هیچ وقت مثلا من نمیام از جانوریه که مثلا 3 گفته تو جانوری و بیام سراغ 2 بیام سراغ 1. نه، به ترتیب پیش برید. این پله‌ای که پله به پله‌ای که قرار زیست برای شما بسازه رو خراب نکنید. مورد بعدی توجه به قیدهاست بچه‌ها. قیدها خیلی برامون توی زیست شناسی مهمن. خب حالا خیلی سبز یه دونه کتابکار داره به نام قیدنامه. شما میتونید از قیدنامه خیلی ساده استفاده کنید. این برای سنجش خودتونه. خب ولی قیدها تو کتابن.
توی کتابتون قشنگ هایلایت شده، نه اینکه یه هایلایت زرد بگین هر چه قید دیدین مثلا هایلایت کنید، نه، جاهایی که مهم‌تره و یادتون میره رو هایلایت کنید. چیزایی که مثلا حالت روتین و عادی داره که نه لازمشون نداریم. ولی برای اینکه خودتون سنجش کنید حتما از قیدنامه استفاده کنید، چون این قیدها همیشه سوال کنکور بودن و هستن. خب مورد بعدی بررسی نمودارها و شکل هاست. شما باید شکل ها رو با متن اون کتابی که کنارت هست مرتبط کنی، جزئیاتش رو بررسی کنی. حالا من یه پیشنهاد بهت میدم، پاسخنامه آزمون ماز برای نکات شکل ها خیلی خوبه. خب دادی آزمون ماز رو نمیتونم گیر بیارم، ندارمش، اشکال نداره، از شکلنامه خیلی سبز استفاده کن. شکلنامه خیلی سبزم خیلی کامله. میکرو هم همین کتابو داره، زیادم نکاتشون فرقی نداره. اصلا هیچ کدوم از اینا رو ندارم، نمیخوام چند منبعی بشم. خود کتاب کارت همه اینها رو کامل گفته نکاتشو. بچه‌ها اغلب 7 تا 8 تا سوال از شکل ها ما داریم توی کنکورتون. بعد مورد بعدی اینه که فعالیت های کتابتون رو بررسی کنین. مثلا توی تنفس راجع به شش ها میاد صحبت میکنه که مثلا شش راست 3 تا لب داره. خب اینو میاد نکته کنکورش میکنه، از همین میاد سوال میده، ولی نه به این راحتی. خب این همیشه سوال آزمون کنکور بوده یا حتی سوال امتحان نهایی بوده. پس فعالیت های کتابتون یا تشریح مغز، اینکه مثلا هر کدوم از جایگاه های مغز به چه صورت، راست، چپه، حالا بالاست، پایین، زیرش چیه، بالاش چیه، اینا خیلی مهمه برامون، اینا هم حواستون باشه. مورد بعدی تکنیک 7 و 8 که میخوام بهتون بگم، حاشیه نویسی نکات. حواستون باشه نکات تست ها رو حاشیه نویسی کنید تا برای مرور آماده باشید. اما چیزی که میخوام بهتون بگم، لطفاً بار اول که دارید میخونید نکات رو وارد کتابتون نکنید، چون این نکات بار اول خوندید، این نکات جدیده. بار دوم که میخونید نکات اولیه براتون خیلی ساده است، پس درنچه این نکاتی که تو کتابتون نوشتین همش حذف میشه. خیلی کم پیش میاد که نکته که بار اول نفهمیدید و براتون جالب بوده بار دوم براتون جالب باشه. شما بار سوم که کتابو خوندید و مسلط بودید حق دارید نکته رو وارد کتاب کنید، اونم نکته کنکوری اگه باشه. خب حتما برای این بار اولا یه دفتر داشته باشید، یه دفترچه نکات داشته باشید. دفترچه نکات ما برای همه درس‌ها داریم. خب چه مثلا برای ریاضی باشه که کمتره، تو ریاضی تیپ تستا رو می‌نویسیم، اینو بهتون توضیح میدم بجاش، فیزیک، شیمی و زیست حتما بنویسید. مثلا گفتار 1 اینه نکاتش، گفتار 2 اینه و به زبون خودتون بنویسید، نه اینکه متنی که پاسخنامه نوشته رو مستقیم وارد دفترت کنی، اون به دردت نمیخوره، اون به درد هیچ کس نمیخوره. چیزی که خودت فهمیدی. مورد دوم مرور مداوم. حتما اون تایمی که کتابتون رو خوندید، مثلا تایم 2 تا 5 عصر، من حالا 2 تا بازی مثلا 1 ساعت و نیم نشستم زیستم و خوندم، دوباره آخر شب یه نیم ساعت چیزایی که خوندی بشین مرور کن، دوباره این مطالبی که خوندی فردا که زیست داشتی تستای علامت دارش رو بشین دوباره مرور کن قبل از اینکه درس بعدی رو شروع کنی. دوباره آخر هفته از خودت آزمون بگیر، با موج آزمون، با فصل آزمون، با آزمونای قلمچی، ماز، اینا خیلی منابع معتبری هم برای مرور کردن. این هم از این. مورد بعدی منابع کمک درسی. منابع کمک درسی هر کسی حالا بستگی به چهش داره که حالا اگه سطحتون پایین بود و حالا از صفر خواستین شروع کنین، از میکرو شروع کنین، ولی منبع اصلی منبع ریاضی‌شناسی به نظر من خیلی سبزه، ولی باز هم من ترتیب منابع رو براتون می‌نویسم و میفرستم که کدوم منبع بهتره، کدوم منبع به چه دردی میخوره. و مورد بعدی بچه‌ها تعادل داشته باشید. تعادل اگه قراره 3 ساعت کلا درس بخونید، 2 ساعتش رو اگه روز اولی که مثلا دارین گفتار اولیه مبحث رو میخونید آموزش داشته باشید، یعنی همون کتابخوانی و جزوه‌خوانی و هر جوری که میخواد باشه، 1 ساعت تستش رو بزنید. روز بعدی میشه 1 ساعت و نیم به 1 ساعت و نیم، روز بعدتر میشه 1 ساعت به 2 ساعت. اینجا فقط تست میشه و از تست غلط زدن نترسید، از نکته نوشتن نترسید. و تکنیک 11 و 12
من بهتون تغییرات کتاب رو گفتم که حتما چک کنید. مباحث ترکیبی بخونید. حتما از کتاب‌های، اگه کنکوری هستید، از کتاب جامع استفاده کنید. کتاب‌های جامع سطح تستاشون بالاتره، همچنین ترکیبی تر هستن نسبت به کتاب‌های تک‌پایی. اگر هم نه 11می و 10می هستید، نه نیازی نیست که شما جامع بخرید، اما تست ترکیبی بزنید تا میتونید. جانوری، گیاهی، ژنتیک، اینا ترکیبی هن. یعنی مثلا گوارش نیست که یه فصل مستقل باشه، نه، یه سری از فصل زیست شما کاملا ترکیبی هن و این خیلی نکته مهمیه. امیدوارم که این نکات به درتون خورده باشه و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.